من دولت وفا سفرش از شهر دوشنبه 9 سال باز بیماری نسبیسیس گردن کلید کشش کسلی یعنی کسلی رودا و من دکترها گفته بودن که بسیار چیزها نمیخوردم حتی آب یکم میوگی دونگی بعد از 9 سال من فهمیدم که در ناحیه عینی رسولخانه دکتر طاهری هست آسایشگاه دکتر طاهری هست و به همینجا آمدم یکم روز که من آمدم و من گفتم که همه چیز خوردن ممکن حتی آب از روز یکم من آب نوشیدم و همه میوگی ها همه وای باز 3 روز است من حالتم بهتره بسیار نقص شدگیم تمام میوگی تمام خوراک ها رو میکنم سلامتی نه شکر همین خیلی توبت کردم